اگر فکر میکنید درد یعنی فقر یا تنهایی، فقط 5 ثانیه گوش بده. این درد استخوان روح رو میشکنه. شب بود. از آن شب‌هایی که آسمان هم جرأت نگاه کردن به زمین را ندارد. پسری تنها با دلی که بیشتر از بدنش زخم داشت، در گوشه‌ای از دنیا زانو بغل گرفته بود و با خدا حرف می‌زند. نه با صدا، با اشک. او را صدا نمی‌زدند به اسم. او را می‌زدند، می‌کشیدند، می‌فروختند. هر بار که صاحبش عوض می‌شد، امیدش کوچکتر می‌شد، اما خاموش نمی‌شد. شلاق که می‌خورد، فریاد نمی‌زد. فقط زیر لب می‌گفت: خدایا، هنوز نیامده؟ شبها وقتی همه خواب بودند، او به ستاره‌ها نگاه می‌کرد و دنبال یک نشانه می‌گشت. نشانه‌ای که بگوید این رنج بی‌دلیل نیست. از خانه پدر گذشت، از وطن گذشت، از آزادی گذشت، حتی از خودش گذشت، فقط برای اینکه دروغ را نپرستد. سالها بردگی، سالها تحقیر، سالها فروخته شدن، اما یک چیز را نفروخت: ایمان نادیده‌اش را. روزی شنید در این دنیا مردی آمده که با خدا حرف میزند، نه برای خودش، برای همه. پاهای زخمیش لرزید، دلش شکست، گریه کرد، گریه‌ای که خاک را خیس کرد. وقتی رسید، نه لباس داشت، نه نام داشت، نه قبیله. فقط دلی داشت که دیگر تاب نداشت. مرد نگاهش کرد، لبخند نزد. اول دلش را بغل کرد و گفت: او از ماست، او اهل این خانه است. و آنجا بود که جهان فهمید این مرد شکسته، این برده دیروز، این غریب بینام سلمان بود، سلمان فارسی. اگر آخر این داستان چشمت خیس نشد، بدان هنوز راه حقیقت دردش به تو نرسیده. اگر از این سبک داستان‌ها خوشتون میاد، کانال ما رو دنبال کنید.